هر دو تا تو رابطه ای؟ بله. دوست پسر کدومتون فابریک تره وفادارتره؟ فکر میکنم لیلا. شما یه زنگ بزن به دوست پسر لیلا بگو که 10 میلیون ازش پول میخواد، ببین واکنشش چیه. اوکی؟ مشکل نداره. سلام امیر جان. سلام. چطوری، خوبی؟ قربونت عزیزم. خسته نباشی، ممنونم ازت. قربونت. امیر جان لیلا پیشته؟ لیلا نه، لیلا خونه امروز مونده کاراشو بکنه. چیزی شده؟ آها نه، ببین یه درخواست کوچیک ازت داشتم. اومدم موهامو کراتین بکنم، بعد یه مقدار پول کم آوردم، میخواستم میتونم از تو بگیرم؟ چقدره؟ مثلا هول و هوش 10 تومن. 10 تومن؟ والا 3 تومن جابجا کردم، سقف کارتم پر هست، بیشتر نمیتونم برات بزنم. من اینکه 3 تومن دیگه داشتم 12 شب به بعد برات بزنم اگه اوکی. اشکال نداره، اوکی، ممنونم ازت. اینکه لیلا نفهمه. نه حتما. یه تومن کارت دارم الان بفرستم. باشه الان برات میفرستم. بعد اینکه کارت کی تمام میشه شما؟ نمیدونم دیگه، یه خورده زمان میبره. چطور؟ شما یه کاری کن، کار تموم شد یه لوکیشن بفرست، اگه اوکی بودی بیا بعدش دنبالت که با هم باشیم امشب و امیر واقعا خیلی بیشوری، خجالت نمیکشی؟ لیلا تویی؟ بله منم. لیلا بعد چند سال دوستی با من داری من امتحان میکنی؟ بعد چند سال دوستی شما خیلی راحت داری به دوست من پا میدی، واقعا که برات متاسفم.